دوستدار دین کدام است؟ کدامش دوستی با دین کرده؟ کدام امر جنایت ام یا لااقل یک ورق روان کرده باشه تا پارلمان؟ به هزارها مکتب داریم، وقتی نماز تیر میشه مسجد خرد وجود نداره که حتی کسی اونجا یک استنجا بزنه وضو بکنه. این مملکت اسلامی است. وزیرای ما میره خانقاه ها را درست کرده رویسته، روزه های قبرها را گنبت ها را برای ما جور کرده رویسته، آجای ما میره قالینو را برای روزه ها میگیره. و بدبخت این مسلمان است، یا قرآن نخونده، کلا قطعا نخونده، بیدینی در اوج خود رسیده. کدام حالت است که نیسته؟ شما خبر نداری که چی گپا میشه در این وطن، در کدام سرحد رسیده گپ. بله دنیای کفر ذبح میکنه اولادی ما را، جوانی ما به جای از اینکه تعلیم بکنه نعوذ بالله دنبال فحاشی و عیاشی گشته رویست. موبایل بچه خورده تو بکش موبایلش که چی چیزا دو پر نیست. میبینی حالت در کجا رسیده؟ اینی فرعون صفتای امروز اینی قسم ذبح میکنه اولاد ما را. و یستحیون نساءکم، بی حیا. در زمان فرعون به خاطر از اینکه یک سال یا تصمیم گرفته بود که کلی اولاد بنی اسرائیل که بچه است یا را ذبح میکنیم، به خاطر که نیروی از این قوی نشوه. معاینه میکردن، میرفتن که کدام زن اولاد آورده یا نه آورده. نعوذ بالله. این چقدر بی عزتی است. امروز هم امو رقم است، چند روز بعد امی گپ میشه، مسئله منصوبه بندی شروع میشه، میگه از 2 اولاد زیاد پیدا نکنه. چین در یک سال در چندین میلیون چیش میرسه، اونجا منصوبه بندی نیست، اونجا تربیه اولاد شده میتونه. در ممالک اسلامی میگه تربیه اولاد نمیشه. باز بعضی بدبختا دور از مسلمانای واقعی و حاضر مجلس اینطور فریب خورده است، دمی گپا که پرسان نکن. برای من زنگ میزنه موری صاحب 4 اولاد دارم دیگه دوام میخورد زنم. چرا؟ به خاطر که تربیه نمیتونم. تو را کی تربیه کرد؟ تو چندم اولادی پدر بودی و بدبخت تو این 10 اولادی پدر هستی، تو را تربیه کرده پدر، تو اولادی تربیه کرده نمیتونی. رزقش از کجا میشه؟ نعوذ بالله خود رزاق میشمارن، الله را رزاق نمیشمارن. و بدبخت به الله قسم که الله نخواه هیچ اولاد نداشته باشی خودت روزی پیدا نمیتونی. خودت تعلیمات دین کلشو طرف انداخته. تمام روز زنای ما مکمل بی حیا میشه، نمیشه بی حیا. یک شفاخانه در زمان سابق نبود، زنا 9 اولاد 10 اولاد دمو خانه می آورد، با جز از دایی همسایه کسی از پیش شاگا نمیشد. امروز در شفاخانه عکسایش گرفته میشه. درد در سر نامده باشه دویدن است. باز اینجا خوی گپا نیست که مرد است زن است، این گپاست، این گپا نیست. در کدام سرحد گپ رسیده؟ اینا چی میکنی؟ اولاد داره میره پیش دکتر معاینه میکنه، باز بعد از او پیچکاری میکنه که سقط شوه. این حالتی ماست. در کدام سرحد رسیدیم؟ تعلیمات قرآن میسته، اسلام میره تقاضا کرده بود. و یستحیون نساءکم، بی حیا میسازه زنایتانه. نساخته بی حیا زنای ما را؟ نساخته. اعلان میشه 3 دختر به سن 25 ساله. همین تو خود کار طلب داری، در کار سن چی مانا؟ هر قدر سالی پخته باشه باید تجربه زیاد داشته باشه اون نفره بگیری. نه نوشته میکنه که سنش در بین 18 و 20 باشه. 2000 دختر طلب میکنه و رقش نشانی میکنه. شما باور به الله بکنی، یک مرتبه در یک دفتر ما رفتیم 3 دختر دیدم، یقین بکن اگر در افغانستان همونطور دختر باشه در مؤسسه خارجی ها، در کل افغانستان همونطور دختر پیدا نمیتون. کدام کار است که اینجا نمیشه؟ حالات در کجا رسیده؟ قرآن فقط کتاب ثواب است، ریش سفیدم بریش نشسته عینک زده، یک سپاره تلاوت کردم دیگه شام دل و دل بازی هم روان است در خانه حاجی صاحب ختم بود. مولا صاحبام اونجا قرآن بسیار ثواب داره، اگر زوری اگر کس نداره. این طوری قرآن کریم برای هیچ کس ثواب نداره که تو میخونی. این قرآن آمده تو را بیدار میکنه، تو را هوشیار میسازه. قرآن برای تو داستان بیان میکنه. تو چی کرده رویستی؟ عقیده به این کتاب داری؟ تو را بالله قسم عقیده امیات تو میخونی، باز دختری تو در مؤسسه داخل کردی. دیگه زنگ میزنه مولی صاحب دخترم در فرانسه بورسش برآمده، چطور کنیم؟ الله تو را غرق بسازه که در فرانسه بورسش برآمده، از گشنگی میموری. روان کن دختری در فرانسه. این حالت ماست. این مسلمان است.
قرآن گپا را همونطور عادی ذکر نمیکنه. این صحنه اگر دیروز سری بنی اسرائیل بود، امروز سری تو مسلمان است، بالکل موجود است. ببین چقدر زنای مسلمان در استخدام کفار قرار داره، چی کارایی نیست که سرش نکنه. شما یادتان باشه اگر از این حالات افغانستان آینده یک دفعه خارجی ها برایه، باز میبینی که چی صحنه ها را در اینترنت مشاهده کنی، چی صحنه ها را، تالی را کجاست. ایره من امیالی براتان میگم، باز میبینی که شاید بگوی که الا اینترنت بیخی بند شود در افغانستان. این حالات است آمده. الله متعال میگه فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، در این نجات شما امتحان بزرگ الله است، از جانب پروردگارتان عظیم امتحان است. چرا؟ به خاطر که الله از همین قسم زور و ظلم شما را نجات داده، از همین قسم عذاب شما را نجات داده. آلی یقینا پابند دین الله هستی یا نه که بازم سرکشی. بنی اسرائیل همی مردم بود که سرکشی کرد. ما هم اینطور بودیم. در خانه خودی ما کافر پیدا شده بود، پدر برش میگفت توی برات میکنه، میگه توی یک کجا، یعنی دو همشیریم، نعوذ بالله. نبود کمونستا میگه پناه میگفت، دیگه چی میگی؟ الله نجات داد. اینمی ملت پاشیده، اینمی ملتی که هیچ علم نداره، هیچ سواد نداشت، امی ملتی که هیچ چیز نمیفهمید، امی ملت الله کامیابی نصیب کرد به خاطر ایمان. اژدهای بزرگ جهان بگوی یک از بین برد شه، روسه، بلکه گیلم کمونیسم از جهان پیچیده شد. مردم چی کرد؟ مجاهدین چی کرد؟ همون کسایی که داد از اسلام میزد امروز در دامن کی هستن و چی میکنن؟ کدام چی کارا کردن؟ یعنی حالت آمد. این امتحان بزرگ است از جانب الله بالای ما که ما چی میکنیم. امتحانات الله زیاد است. و فی ذالکم بلاء من ربکم، دای مصیبت و عذاب بلاء امتحان بود من ربکم از جانب پروردگار عظیم بزرگ. دمی عذاب امتحان بود که آیا این ملت یکمی حرکت میکنه یا نمیکنه. ای ملت تو ممتحن هستی از جانب الله متعال، مورد امتحان قرار میگیری. با چشم سر میبینی توهین قرآن میشه، با چشم سر میبینی کاریکاتوری پیغمبر کشیده میشه، با چشم سر میبینی سیاسری تا میبینی که تعرض سرش میشه، اولادی تا میبینی که زیر بم میشه، اما تو بازم رشته دوستی تا قائم کرده ای. تو مورد امتحان الله متعال قرار گرفتی. خوش بایستی که والا لکسس در زیر پایم است، خوش بایستی که دلار معاش دارم، خوش بایستی که بیلدینگ دارم. تو فقط دنیا را ترجیح دادی، آخرت را فراموش کردی. به الله چی جواب میگی؟ یک تو کامیاب شوی آباد شوی، برادر مسلمان دیگه چه حالت داره؟ خواهر مسلمان دیگه چه حالت داره؟ این صحنه هایی که شما ببینید در اینترنت عجیب تعجب میکنی که دنیای کفر کدام نوع از ظلم نیست که سری مسلمان نمیکنه. ما مورد امتحان الله قرار گرفتیم که چی میکنیم؟ کدام راه را انتخاب میکنیم؟ مفت است اسلام، فقط به یک کلمه گفتن داخل جنت میشه، مسلمان هستیم. و یک دفعه که کلمه را گفتیم این اسلام هیچ میده نمیشه، خلاص دیگه میدگی نداره، دیگه از دایره اسلام خارج نمیشی. من بارها براتون گفتم که به میلیون ها مردم امیال از اسلام برآمده، اما نمیفهمه که ما از اسلام برآمده. نواقض اسلام کتابش خوانده رویستی که اسلام توسط چی نقض میشه. امروز همون حالت است. و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، در آن وقتی که اعلان عام کرد پروردگارتان لئن شکرتم، این شده میتونه گپی موسی علیه السلام برای قومش باشه که مردم الله اعلان عام کرده که اگر شکر گزاری میکنه لازیدنکم، براتون زیاد میسازم هم در دنیا هم در آخرت نعمتای خدا. ولئن کفرتم، اگر ناسپاسی و ناشکری میکنه این عذابی لشدید، یقینا عذابی من خیلی سخت است. مهارت من نبود، قابلیت من نبود، شجاعت من نبود، فعالیت من نبود، این احسان الله متعال بود. بعد از زود زبان اعتراف میکنی، نسبت همین نعمت به الله میکنی، نمیگی اولادت نمیشد که علی بگوی که سخی داد است، سخی صاحب داده. اینطوری نباید بگوی. شکر الله دو سوم رکن شکر چیسته که اینمی چیزی دادگی و نعمت الله را در جای مناسبش با کدام مقصد که پیدا کرده دو استفاده و استعمال کنی. گوش الله نعمت داده برای ما، در چی استفاده کنیم، در چی استعمال کنیم. چشم می رقم این کلش نعمتای الله است. اگر ما شکرگزاری و سپاسگزاری از این را بکنیم، بله اینجاست که الله زیاد میسازه. چرا زیاد میسازه؟ یک نفر موظف در دایره دولتی زمانی که بسیار فعالیت میکنه
کارفامی خود نشان میده، ارتقا میکنه از ماموریت به سوی مدیریت. وقتی که اینجا فعالیت خود نشان میده، ارتقا میکنه در ریاست. در مسائل دنیا هم اینمی رقم گپ است. هر کس روز به روز تو ارتقا کده میری، این ازدیاد نعمت است. این ازدیاد نعمت است. چرا؟ امون نعمت بر داده شده بود، مناسب از پیش استفاده کردی. ماموریتت بود، با وجه احسن انجام دادی، یقینا ابتکار کردی، زیادت نعمت میشه. عینا بنده الله هم به پیش الله می رقم است. اگر اون نعمتی که الله برات داده تو شکرش کشیدی، الله دیگه هم اضافه میکنه، دیگه هم زیادت کرده، رتبه تا بالا 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 برده رویسته. چرا؟ تو اهلیتش داری، قابلیتش داری که همین نعمت الله برات داده خدا در مستوای عادی قرار ندادی. ما میگیم که ما روز به روز بعد تغییر در وجود ما پیدا شود، در حرکات ما پیدا شود، در دعوت ما پیدا شود. روز به روز پخته شده بریم، روز به روز ما سنگین شده بریم، روز به روز مقاومت ما زیاد شود، روز به روز حوصله ما دیگه اضافه شود. چرا که نعمت الله است. بزرگترین نعمت برای ما و شما که الله داده عقیده توحید الله است. عقیده توحید الله تقاضایش است. ما وقت شکرگزاری الله را کرده میتونیم که دمی قلب ما امی باشه که این عقیده باید در فردی ملت برسه. در فرد از امو خاطر در جستجویش هستی. گاهی قطی بچه کاکا، گاهی قطی بچه ماما، گاهی قطی همسایه، گاهی قطی همسنفی، گاهی قطی همشریک موتر، گاهی در دکان، در هر جای تو فقط اینمی دعوتت است. این داده برو، الله متعال بری تو اضافه میکنه، قلبت دیگر روشن منور میگردانه. نعمت های الله نمیتونه است در پیش ما میه. این وعده الله متعال است. آیا به شکرگزاری ما الله ضرورتی داره؟ نه. الله چقدر شکرگزاری تربیت وجود خودت است، تکمیل حیات و زندگی خودت است. الله نیاز نداره. شکرگزاری الله را بکن، الله زیاد برات میده. خودت تکامل کن، خودت یک درجه برسون. خودت و دعوتگرایی که یک روز کسی نمیشناسشه، روزی میرسه که کلی مردم دعا میکنه برش. ناشناس قطعا نشناخته، اما طور دعا برش میکنه. ما و شما به اون مردمایی که خدمت توحید کرده دعا نمیکنیم؟ دعا میکنیم، نمیشناسیم اما دعا برش میکنیم. اینمی چیست؟ زیادت نعمت الله متعال است. روزی بود که تو را کسی در منطقه نمیگذاشت که حتی تکلم بکنی، اما اینطور روز میرسه که مخلوق اموتور نادیده برات دعا میکنه. این زیادت نعمت هست. قرآن میگه لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شما شکرگزاری کرده، سپاس نعمت الله را، قدر نعمت الله را دانسته، لازیدنکم، الله میگه من زیاد میکنم براتون، هم در دنیا هم در آخرت. ولئن کفرتم، اگر ناسپاسی کرده از نعمت الله، داد نعمت الله براتون اما شما قدرش نفهمیده، ان عذابی لشدید. اصلی طور است. ولئن کفرتم، اگر شما ناسپاسی کرده پس هیچ نوع ضرر برای الله رسانده نمیتونی. و خیاد داشته باشه که الله نعمتم بده و توی نعمت غلط استفاده کردی بیجا، باز بدانی این عذابی لشدید، یقینا عذابی ما خیلی سخت است. سخت عذاب الله میده. چرا؟ اگر ما در دنیا یک غلام خیلی نوازش بدی و آخر الامر رو اطاعت تو را نکنه، دیگر روز که گیر کنی چی قطش میکنی؟ میشانیشه که خو غلام تو را کس نمیخرید، تو حتی جای نداشتی، من برات جای دادم، من برات توی کردم، من برات خانه دادم، من برات این گپا کردم، آخرش هم تو این کار را برام کردی. در پیش الله متعال همین قسم پیش میشه انسان. نعمتهای خدا الله پیش میکنه، برات میگه چی کردی؟ دعوتگارای تو فکر نکنی که این نعمت الله براتون داده شده بس کافی شد شما فهمیده. نه، شکرگزاری نعمت دعوت اینمی عقیده است برای دیگران، به هر نحوه که باشه. خودت میدانی که با کدام سیستم من عقیده را سری مردم بقبولانم، اما سیستمش خودت کنجکاو کو، کدام راه برش خیلی مهم و بهتر است، امو را انتخاب بکن. و قال موسی ان تکفروا انتم، موسی علیه السلام اعلان میکنه که ای مردم، هر برنامه الله برای منفعت خودتان است. الله نیاز به عبادت شما نداره، شکرگزاری شما نداره، تابعداری شما نداره. کلی مخلوق اگر ناسپاس شود در دربار الله کدام نقصان نمیه. و قال موسی علیه السلام میگه این تکفروا، اگر شما ناسپاسی میکنی، ناشکری میکنی، انتم شما و من فی الارض جمیعا، کسی که در روی زمین است مکمل، فلا تضروه شیئا، هیچ نوع ضرر به الله رسانده نمیتونی. چرا؟ بخاطر که فإن الله، یقینا الله متعال غنیون، هیچ نوع ضرورت به کسی نداره، نه به شکرگزاری، نه به عبادت، نه هیچ نوع نیاز نداره. چرا؟ حمیدون، ستایش الله کرده شده، اگر تو باشی اگر نباشی
الله صاحب صفات کمال است، ستایشش کرده شده. پس تو را که میگه که شکر گزاری کو برای خود انسان تو خودت تقویت کو، الله متعال برای تو نیازی نداره. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، آیا نامده برای شما واقعاتی درست از او کسانی که من قبلکم پیش از شما تیر شده؟ انسان باید از یک پولو نه یک پولو درس بگیره، غافل نباشه، بیخبر نباشه، مثل که تو آگاه نباشی که در دنیا آمدیم یا نامدیم، چی مسئولیت دارم. نه، انسان باید احساس مسئولیت بکنه. همونطور آدمی لوبولی نباش، مسئولیت احساس بکن. چی وظیفه دارم، چی مسئولیت دارم. آیا براتان نامده بود واقعاتی کسانی که من قبلکم پیش از شما بود؟ قوم نوح و عاد و ثمود، قوم نوح عادیا که قوم هود علیه السلام است، و ثمود قوم صالح علیه السلام است، والذین من بعدهم، و کسانی که پس از یا بودن مختلف قوما، لا یعلمهم الا الله، که نمیدانه می قوما را که چقدر بود، کی بود، چی وقت بود، غیر از الله متعال. انبیاء علیهم السلام عالم الغیب نیست. امو چیزی را که الله قصه کرده پیغمبر میدانه، که نکرده نمیدانه. معامله چطور بود، چطور برخورد چطور بود، سرنوشت چطور بود، چطور گپا شده بود، ما از او درس بگیریم. جاءتهم رسولهم بالبینات، آمده بود برشان انبیاء پیغمبرانشان بالبینات، با معجزات، با دلایل. فردوا ایدیهم فی افواههم، بازگردانیدن این مردم دستای خود دهنهای پیغمبرا. سه ترجمه میکنه. فردوا ایدیهم، گردانیدن، بازگردانیدن، ایدیهم دستای خود می قوما، فی افواههم در دهنهای پیغمبرا خیستن، تبلیغ میکرد، دعوت میکرد، تربیه میکرد، مردم میفهماند، یا رفتن در دهنشان دست ماندن، نه حقی گفتن نداری. گپی ما را خراب میکنی، گپیش پشتی سر برای ما میاد که میگه اوهو ای عنعنه چندین هزار ساله ماره این ملاگکاه پیدا شده، از عرب پیسه میگیره. حالی میاف عربا فرهنگ خود سر ما چی میکنه؟ بگه حاکم میگردانه. برای تبلیغ چطور برای نوروز چطور تبلیغ زهراگین شروع است خبر داره؟ ای کسایی که محبین مجوسی هسته، زردشتی هسته، یا حالی یک عنوان دیگر را پیش گرفته، مردم چطور گل میزنه. نوروز حرام گفتن این گپی عرباست. عربا چون نوروز نداره، قدامت این عنعنهشان نیسته. از ما خود اسلام 1,500 سال میشه، یک 10,000 سال پیش قدامت داره. چطور ما این عنعنه خود اعلا بکنیم؟ چطور قدامت؟ تاسف در اینجاست که ملا صاحبا امام، مولوی صاحبا امام گوی از قدامت گپ میزنه. فقه حنفی 12 قرن قدامت داره. خوب گپ در سری قدامت هاست. اگر زردشتی ها خیست که گفت بری تو گفت که اینی قدر قدامت داره، تو به او تسلیم میشی؟ عجیب است. تو مولوی صاحب این گپ در دهنی دشمن داده رایستی. ترجمه قرآن هم میکنی، درسی حدیث هم میگی، خود عالم برجستم تلقی میکنی، اما این گپ از دهنی میبره. چرا میبره؟ تو خب برای از ما موقع دادی، فرصت و زمینه را برش مساعد کردی که هم باید بخیزه بگویه که نه دین بودایی 10,000 ساله قدامت داره، باید این دین بودایی باشه. بودا را چرا بند طالبا از بین برد؟ باید میبود. ما گله از عوام نداریم، ما گله از حکومت نداریم. یا یک روز در ترجمه قرآن ننشسته، یا جستجو در تحقیقات در مورد اسلام نکردن، یا فقط کشوفش زرق و برق دنیا برابر باشه، هیاهی باشه، یا اینی را خوش داره. امسال نوروز در تپای پغمان چیسته؟ تجلیل میشه، دمی برفا سرک جور کردن روان است. کلش به نقص افغانستان سایکو، سمرد، عقیر، اما چیزش خراب. یک روز جور باشه، روزی دوم کلش سیلاب باشه. کلی سرکای کابل میبینی. این کلش به خاطری که در وقت عجله که الا ایره درست کنه که فلانی خان میاد، ایره درست کنه که فلانی خان میاد، در وقت بی وقت. اینی گپاست، اینی ملت است. این فکر داره، مفکوره داره، چی داره؟ کشوفش برابر میکنه. خب من گله از ملاها دارم که یکیش میگه نه اگر به حیث دین مجوسیت تجلیل شوه این بد است، اما اگر از حیثیت ازی که بهار شده، درختاشو گوفه کرده، گل کرده، برکشیده، هوا تبدیل شده، پروایی نداره، جنابی عالم این دین کدام طرف میره؟ ملت در دهن تو سعی میکنه، در تلویزیون تو سخن میگی، شهرت تو زیاد داری، اعتماد تو زیاد داری. وقتی توی گپ بزنی، مگر کام خودم پاره بکنم مردم در سخن
گوش نمیگیره. یکی تانی فتوا را میده، دیگه تان میگه قدامت دلیل پیش میکنه، دیگه تان باز چی میگه؟ امی روزم بد است روزم بد است. او بدبخت، روز بد نیست، تجلیل روز چطور است؟ خصوصیت عظمت قائل شدن به یک روز چطور است؟ مردم گل نزنه. ما ایران مونده این مفتی ها چرا اینطوری میکنه؟ این مفتی ها مردم اینطور گل میزنه. خیری رم یاد داشته باشه، ملت هم انشاءالله به او پیمانه آلی غافل و بیخبر نیست، به او پیمانه نیست. آلی الحمدلله یک طفلم درک میکنه واقعیتا و حقیقتا را. انشاءالله که اسلام در قلبشان جاگزین میشه، میفهمه. تا دین روزم مولای مدرسه ما در قرآن نمی نشست میگه 14 فنم تکمیل نشده، 13 را خلاص کردیم یکیش مانده، کدام فن باقی مانده؟ وزن و قافیه شیرگویی او باقی مانده، از او خاطر باز ما ترجمه میخوانم. اما امروز اون طفل 7 ساله و 8 ساله هم الحمدلله در ترجمه قرآن نشسته. یک طفل که بری در مدرسه سوال میکنی ما را الله برای چی پیدا کرده؟ قلب جواب برات میگه برای عبادت. دلیل داری؟ میگه سوره زاریات سپاره 27 و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این مطلب یاد گرفته. این بسیار امیدواری را به ما میده انشاءالله، بسیار امیدواری. این ملاها هم انشاءالله باز میفهمه که حیثیتشان در کجا میرسه. ملای درباری باز حیثیت خودم میشناسه که دین الله را تو به خاطر خوش کردن مردم تاویلات دهش میکنید، تعبیرات گوناگون برش میکنی. نکو، حقیقت بگو اینی نارواست. در دین اسلام تعظیم روز نوروز قطعا نیست. اسلام به خود 2 روزی خوشی داره، اضافه نداره. بله یک عید اسبوعی یا هفته‌ای ما داریم جمعه، اما غیر از او مردم که اجتماع میکنه او روز قابل تعظیم است، او روز قابل بزرگداشت است. 2 روز است، عید فطر و عید قربان. و اون بعد از انجام چیست؟ فریضه های بزرگ الله متعال است. دیگر روزها را ما به نام جشن یاد نداریم. این جشنایی که به نام جشن آزادی وطن، جشن فلانی خان وفات کرده، فلانی خان شهید شده، جشن فلانی خان، این گپا قطعا در دین نیست، قطعا در دین نیست. اسلام ایره اگر اینطور باشه ما از شخصیت ابوبکر رضی الله عنه بعد از رسول الله کسی دیگری نداریم. اما یک روزش تجلیل نمیشه، نه تجلیل کرده در طول تاریخ اسلام. این حال خب گوشتان آواز کنی که آیا از مرتبه ابوبکر که بالاتر کسی است؟ پیدا کنی برای من کسی را پیدا کنی که باشه. عجیب است امروز روزا رخصتی میشه برای فلانی برای فلانی برای فلانی. الله رحم بکنه. آیا نامده لا یعلم جاءتهم رسولهم بالبینات فردوا ایدیهم فی. مردم خیستن در دهن انبیاء علیهم السلام دست ماندن که دیگه تو بیان کرده نمیتونی. بس یک ترجمه. دوم فردوا ایدیهم، بازگردانیدن دستای خود، فی افواههم، در دهنای خود، چک زدن از دستی که سخنای پیغمبر بسیار وزنناک تاثیرناک بودن، دیگه از او خاطر دست انگشت در دهن میگرفتن که وای وای. سوم فردوا ایدیهم فی افواههم، بازگردانیدن دستای خود به دهنهای خود. این رقم دهن بند کردن که نه 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 چوب بگیره، یکی تان برای از این چیزی نگوی، از یعنی قبول نکنه، رد کنه، آرام بون این یک چیزی که میگه خلاص برو. و قالو گفتن اینا کفرنا بما ارسلتم به، ما انکار کردیم به او شریعتی که شما روان کرده شده، بهی به او شریعت، و اینا لفی شک مما تدعوننا، و ما در شک هستیم، تردد هستیم در مورد آن چیزی که شما ما را دعوت میده، یعنی در مورد کدام شریعتی که ما را دعوت میده که توحید است. ما چیستیم؟ در شک هستیم. الیه مریب، تدعوننا الیه که شما دعوت میده الیه بسوی ازو، مریب خیلی چیسته؟ زیاد متردد، یعنی در تردد ما زیادت آمده که این دعوتی که شما میکنه این را ما نمیپذیریم.